پنجشنبه است. و به پنجشنبه‌های خوشگلاسیون معروفم. پرسی چرا؟ چون تا ظهر سر کارم و وقت دارم. ثمره کار کردن انرژی مردانمو صرف انرژی زنانم کنم. بگذریم. سوار بر موتور داداش کوچیکه رسیدیم به اولین مرحله خوشگلاسیون. حقیقتا من انقدر از این کار خوشم میاد که حاضرم کل حقوقمو واسش بدم. توضیح مراحلشو نمیدم چون اصلا نمیدونم داره چی کار میکنه. ولی که ما نتیجه رویم اصلا پوستت میشه مثل پوست بچه. با این مرحله که تموم نمیشه، رفتیم سراغ مرحله بعدی. من یه تیکه رو باید بگم چون از وقتی که یادمه درگیر ناخون تو گوشت رفته پامم جراحی کردم. هر ماه پدیکور میرم، بازم میره تو گوشت. تو رو خدا اگه تجربه مشابه دارید و براش راه حلی پیدا کردید به منم بگید. دوباره سوار بر موتور. یعنی این بار اسلام موتور. کلل خاله چی بود دیدم. چی نیست حد چی نیست اوکی. رسیدیم مرحله بعد. به ناخونام هم نشون میده. واقعا اون دختر بودن سخته ها. اینجا هم رفتیم واسه پخت و پز که یه پروسه طولانی داشت. ولی همه‌اش به این لبخند رضایت ته کار میارزه. شما موها رو بین. اوف. روزمون هم تموم شد. به خوشحال و خرم میرم خونه. بوی خیلی خوب بوده ها چون بشکفتم که سیروم مندوقش خیلی زیاد بزنه. ولی حالا باشم خونه رو بخورم بتونم تا بیرون بیدار بمونم. من پنجشنبه مردم میگم میگم پنجشنبه چجوری میذاره.